با نام خدای یکتا، سلام. درود خداوند بر همه شما با دوستان عزیز. خوش آمدید به برنامه نوبتی خودتان. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشه. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. عزیزان، به کانال ما سر بزنید، کانال ما را دستگیری کنید و برای حمایت از ما فقط تنها کافی است که ویدیوی ما را لایک بمانید و کامنت را بنویسید و به دوستان خود بفرستید. موضوع برنامه امروزه ما سفری داشتیم به یکی از شهرهای خیلی همزیبا و دیدنی فرانسه، شهر فوا. شهر فوا دوستان عزیز در 90 کیلومتری شهر تولوز باستان قرار دارد. فوا شهر است در دامنه پرینه در بلندی 380 متر از سطح بحر بالا. در شمال شهر باشد سرحد دولت انداره. شهر فوا مرکز دپارتمنت اریج فرانسه می باشد. این همان قلعه شهر فوا است که شما در تصویرهای خود می بینید و ما خواهیم درباره همین قصر یا که قلعه برای شما معلومات بدهیم در برنامه امروزه. دوستان عزیز، یک سال قبل ما از این شهر یا که این ناحیه دیدن کردیم و برنامه داشتیم و درباره این شهر برای شما معلومات دادیم و میخوایم امروز درباره یک جایی که تاریخی است در این شهر، قلعه‌ای که در بالای کوه واقع شده است برای شما معلومات بدهیم. چون در سال قبلی وقتی ما رفتیم تشریف بردیم قلعه بسته بود و امروز خواستیم که محض برای همین قلعه به این شهر برویم و شما را از این قلعه باستانی یا قدیمه آشنا بسازیم. تاریخ قلعه از سال 987 میلادی آغاز می‌یابد. در سال 1002 میلادی قلعه در وصیت راجع یکم گراف کرکسان که قلعه را به پسر خردی خورد بیرون گذاشت پیدا می‌شود. از سال 1034 میلادی این قلعه با مرکز مأموری اوکروگ فوا تبدیل یافته در تاریخ نظامی عصرهای میانه نقش مهم می‌بازد. قلعه بارها محاصره شده. در تاریخ خود تنها یک مرتبه در سال 1486 میلادی با سبب خیانت در دوره جنگ بین دو شاخه‌های عائله فوا گرفته شده است. از سال 1479 میلادی سر کرده گراف‌های فوا شاهی نوار شدند و آخرین آنها گنری 4 در ماه آگوست سال 1589 میلادی پادشاه فرانسه شد. وی زمین‌های پرینیر را به فرانسه همراه کرد. قلعه از عصر 15 قرارگاه والی ولایت فوا بود و حفظ مرزهای منطقه از جمله در زمانهای جنگ مذهبی ادامه داشت. پیش از ریولوسیون یا که انقلاب در این قلعه گارنیزون جایگیر شده بود. گوبرناتورها گراف تریویل که از سه مشکتور معروف بودند و مارشال سیگور و اینچنین وزیر لوئیس 16 محض در همین قلعه حکمرانی کردند. در حال حاضر قلعه از دو بخش عبارت است. یکی بخش خود قلعه است و دیگر موزه تاریخی که در پهلوی قلعه جایگیر شده است. وارد شدن به خود قلعه و موزه 11 یورو در بر میگیرد برای آدمان کلان و برای نوجوانان تا زیر سن 25 9 یورو و از تا سن کودکان 12 ساله 6 یورو در بر میگیرد. دوستان عزیز، سفر نوبتی ما از طریق ماشین صورت گرفت و چنانچه میبینید در تصویرهای خود شهر فوا یا که ناحیه فوا در کوهستان جایگیر شده است، یعنی کوهستانی است. از چهار طرفش کوه است و کوه هم دوستانی از کوههای سنگی است. از سال 1930 میلادی این جانب در قلعه آثارخانه کاتدرال اریج جایگیر شده است. بخش‌های باستانشناسی و تاریخی، گالریمی و عصر میانگی تاریخی اریگیر را از زمانهای قدیم در این آثارخانه نقل می‌کنند. عزیزان، بریم با هم تماشا کنیم این برنامه نوبتی را. دوستان عزیز، چنانچه که می‌دونید ما در یک شهری فرانسه قرار داریم و می‌گذاشتم که در مغازین یک سلام آقا جون. سلام دو دقیقه میخوام یک سر برای شما نشان بدم. این هیکل ببینید خیلی های و جالبی داشته که درباره چی شدگی معلوم نیست. این ببینید
خیلی هم زیبا و خیلی هم سرعتی بالا کار داره که این کار کنه باشه. نیم پیکرش در بالای پایانش پاهاش و هیچ خیلی ساختگی هیچ خیلی چکگی دیگه. این قضاوت به شما. ببینید دوستان، کسی که میفهمه درباره این چیز در ویدیو در زیر کامنت به ما در کامنت ها بنویسه. ببینید در یکی از مغازه های شهری فرانسه است، نتی مورگان. ببینید در یک مغازه است در فرانسه. دوستان عزیز، ما در کوچه های شهر قرار داریم، در یکی از شهرهای فرانسه. و این رو ببینید دوستان، یکی از کوچه هایی که طرفی بالا میره و در بالای خانه ها دوستان ببینید قلعه ساخته شده است. قلعه انشاءالله ما نزدیک انشاءالله بعد چند لحظه میریم بالا. این رو ببینید دوستان، هم از یک کوچه های شهری فوای فرانسه. این هم دوستان یکی از کوچه های دیگر خیلی. این رو ببینید دوستان، خیلی یک جاهای زیبا و دیدنی. او طرف هم کوه هست، کوه سار است دوستان. این رو ببینید قلعه هم باز از این کوچه دیگری و ما میریم طرفی سمت مرکزی کوچه که از مرکزی چی میگن، مرکز همین قصر وارد شیم. و شما ببینید دوستان ساختمان ها را. این خانه هم از قدیمه هستن اما ریستوران شدگیان، یعنی چیزای در و تریزای نو ساختن و نو کردن. در غیر از او خانه خیلی قدیمه هستن. دوستان ببینید یک کلیسای زیبا و این هم یکی از کوچه ها و خیابان های شهری. و اینجا هم یک ساعت نصب شدگی و زنگولای کلیسا. و نصیب باشه ما میریم طرف قلعه بالا، قلعه که در بالای کوه واقع شده است. دوستانی عزیز، چنانچه گفتیم این قصر رو ببینید. این تاجیکایی هستن که نه فرانسه رو یاد گرفتن، گویا که زبان هم میدونن، در اصل هیچ خاک هم میدونن. یا جو ترجمانیشو میبری و ایما میپرسن. این برادرها قصر رو ببینید خیلی خیلی ببینید در بالای کوه ساخته شده است. کوه ببینید، کوه ببینید. دوستانی عزیز، اینم سنتر هیستوریک لی شاتو دی کامت دی فوا، یعنی قصری شهر فوا. ببینید خب مثلا تاریخش نوشته شده است. و این طرف هم ساختمان هایی رو برای قلعه. دوستانی عزیز، این هم درآمدگاهش و این هم قصر. ببینید ای بالا خیلی قصر هست. دوستان عزیز، ما وارد قلعه شدیم. این هم مغازه که پیش از در آمدن قلعه هست. و ببینید دوستان اینجا نوبت هست و حسابی برادرای دیگه آچرد است. خب و نصیب باشم میریم داخلی قصر. این طرف هم ببینید چیزایی که در اینجا فروخته میشن. خیلی جای زیبا هم است. نگاه نمیدونم فهم که ولی درون اومدن با پول باشه به پول باشه اندرشن نمیدونم. ببینید مردم ای بارسلون آمدگن، مردم اسپانیا، ایتالیا و دیگه مردم. دوستانی عزیز، ما وارد قلعه شدیم و اینم طرفی بیرونش، اما ما فعلا بیرونش کار نداریم، میریم داخلی قلعه. و در درآمدگاه اول این خانه های قدیمه فرانسه بوده است. طرز زندگی و طرز دیگه بوده. و اینجا خیلی توریست هم زیاد است. پاردون
میریم ببینیم که چی گپا داره ایران. خب این طرف هم ببینیم دوستان قلعه، این طرف اینجا بالا و میریم دیگه طرفی موزه، طرف قلعه. برادران اینجا هم موزه بده هم چی قلعه بده، ویزیت قلعه. این وقتی تخت شاه و جای غذا خوردن یا نان خوردن این خیلی چیزا داشته است. پرنده های فزن، میدم چی شیر و این دیگه اثرها و اینا چیزا. خب میریم دیگه طرفی این بینین سان کمونهای دورای پیش، کمونهای شکاری و جنگی و هم شمشیر، نیزه، لوک نگه شکل آلت‌های جنگی که در همون وقت‌ها استفاده می‌بردن همون چیزا. خب این طرف هم شاید 3D باشه، الان چی باشه؟ اینجا 3D है. ये हम دیگه طرف های قلعه، این هم لباس های جنگی، لباس های جنگی که در اون دور زمان میپوشیدن و این هم آلات های جنگی و لباس های زیره، نیزه و نمیفهم سیپر و سینه‌بند و چی میگن میگه چیزایی که در همون دور زمان جنگی ها میپوشیدن. لباس های جنگی رو بین در وقت میپوشیدن. دوستانی عزیز این جای خوابی پادشاه ببینین، جای خوابی شاهی همون دور زمان ببینین چقدر زیباست. اتاق خوابی شاهی همون دور زمان کسی باشد ببینین خیلی زیبا هم است. خیلی قدیمه هم است، خیلی همه چیز شال که تازه انا ماتریالشان خیلی قیمت هم هستن تا این وقت تازه نگاه کردن. یا میبله اون وقت زمان ایره بینید دوستان مکت همه قلعه در پایان گذاشته شده است در زل طبقه 3 و 4. ما در طبقه 5 بفرمایید طرف بالا. دوستان عزیز ما در بیرون قرار داریم و میریم بالا طرفی همون قلعه که گفتیم. ببینید دوستان عزیز شهر فوار از پتیشنی پلیات از طرف بالا. دوستان عزیز هم از بلندی شهر فوار ما در از زاویه بلندی یا با گفتی برادرها که پتیشنی پلیات قرار داریم و همیم بالا طرفی این قلعه که گفتیم. دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما در شهر فوار قرار داریم در بلندی از طرف قلعه، این طرف شهر و هم قلعه که گفتیم دوستان